سلام به هر مادر تاجیک. امروز در تاجیکستان بسیار کارهای بد به وقوع می پیوستد. امروز در تاجیکستان زنهای تاجیک بی صاحب ماندند. بعضی ها ویدیو میکنن و از رحمانوف میخواهند که نمیدونم مردکا را شتراف بکنین، دگریاش قمه بکنین که زنای مردم چقه نشوند. بله، هیچ مرد حق نداره که زن دیگر آدم دست بزنه. این گناه است، این حرام است، این نامردی است. اما ما باید از خودمان شروع بکنیم. وقتی که یک دختر تاجیک در 18 سالگیش به شوهر میبرایه، شوهرش 6 ماه قطیش میسته میره به روسیه. بعدی 5 سال میگرده میآید. 5 سال، 6 سال، 7 سال این زنک رفته است. بیچاره از دختر زن میشوه. هر روز در انتظار شوهرش در اوجا رفته است. هر یک ارکگالیچ که ارسه، هر یک دخترای ارسه ایدم شو گشته ایستاده است، کمپلیمنت شو مینه، نمیدونم هر رفتگیش در رستوران 5000 روبله را قد شو میخره، اما نمیتونه که یک پگویی بخیزه به زنش تلفن کنه بگه ای زنک متر دوست میدارم، که او زنک بیچاره در دلش نرمی بیاید. امروز چرا که همه مردم تاجیک مشکلی ها را فقط در سر زنها میزنین، فقط میگین که زنها گناهگارن، ایناش گناهگارن، شما چرا که گناه خود به کله نمیگیرین؟ شما در روسیه میرین با زنای روس ازدواج میکنین، زنای خودتون به صاحب ماندگی. من نفرای را میدانم که 10 سال قطعی زنش زندگی کرده است و در روسیه رفته است با یک زن دیگه ازدواج کرده است، با یک زن روس. زنی بیچارهش در اینجا با 7 فرزندش به صاحبه. زنی بیچاره چیکار بکنه؟ چرا که ما همه گناه در سر زنها میزنیم؟ یک بار از خوابت که بیدار شدی در روسیه هستی، در غریبی هستی، برای زنت یک SMS بنویس. یک بار بنویس که ای زنک جان من ترا دوست میدارم. سالها برای زنت یک SMS نمی نویسی. فرزندات بیچاره در اوجا گشنه، زنت بهترین روزهاش رفته ایستاده است. زنی تاجیک خوشروگیش از امی 18 17 تا 40 سالگیش است. وقتی که خوشروگی بیچاره از بین رفت، بعد ریشت سفید میگردی میای. همورم اگر نصیبت شوه گشته اومدنت. برادرای عزیز گرامی، من نمیخواهم یگان آدم تحقیر بکنم، اما نفرای را میدانم که زن گرفتن، دختره که بیچاره را گرفتن، رفتن روسیه، با مردم با زنم همخوابگی کردن و از اوس با کسل ویچ سپید برگشتن آمدن. 2 فرزند دارن، 2 فرزند. این فرزندارم بیچاره ها بدبخت شدن. این زنک هم کسلی از این مردک گذشت. باور کنین نکنین، وقتی که ما ایرا شنیدم دلم ناراحت شد. وقتی که ما ایرا شنیدم گفتم خدایا این ملت نجات بده. فقط نجات این ملت در دست تو است. ای خداوند نجات ما را هم در دست ما را داده است. هر یک تاجیک میتواند که زندگی خودش آباد بکنه. اگر که شما میخواهین که زناتو بدروی و بدبختی نکنن، زناتو نصاحبی کنین. زنای بیچاره را نگذارین که عذاب بکشن. در ایام جوانی اونها را هم کیف میخواهن، اونها را هم راحت میخواهن، اونها را هم یک زندگی خوب میخواهن. تو فکر بکن که 20 سال زندگی زنک رفت است. شاید که در 20 سال فقط 3 سال شوهر شدیده باشه. بیاییم فکر زنهای تاجیک هم بکنیم. بیاییم به یک جایگی این ملت نجات بدیم. چیکار بکنیم؟ زنهای خودتون دوست بدارین. یک تش میگه که زنم دادن، ای زنم نمیفورم، امو اول نمیفوریدم. آخی کثافت از امو اول نمیفوریدت، چرا که این دختره که بیچاره را تو بدبخت کردی؟ هر یک زن طلبگار خودش داره. وقتی که به تو خوش نمیآید، چرا که تو به این زن ازدواج کردی؟ چرا که دختر یک مردک شرمنده کردی؟ چرا دختر یک مردک تو بیچاره کردی؟
بعضی هاش با تعریف میزنن که من 5 دختر خطی خیز کردم. تو را خدا بزنه پدر نعلت. تو فکر خواهر مادر اختر بکه. 5 دختر خطی گرفتم زندگیم نشید. پدر نعلت ای بدتایز نچید که 5 دختر را گرفتید بیچاره کردی، بی صاحب کردی. ناموسی تاجیکیتون را کار بفرمین. من انشاءالله باوری دارم که 21 عصر تاجیکا است، اما فقط میت کمیونیکاسیون، فقط با صحبت با همدیگر، گوش کردن عالما، گوش کردن انسان هایی که روشن فکر هستند. عزیزان، من در آخری ویدیو برای شما گفتنی هستم که من منوچهر کوهستانی هستم. کانال من منوچهر کوهستانی. این فقط به خاطر تاجیکا، به خاطر ملت عزیزم کردگی هستم این کانال، که شما را یک چیز بتانم بفهمانم، چیزی که میدانم. انشاءالله که با یک جایگی، با یک دستی این ملت نجات میتیم. zum Wohl der Gesellschaft. خدا حافظ.